با عرض سلام، مسابقات قهرمانی جودوی آسیا و اقیانوسیا بین جوانان به انجام رسید. در این مسابقات قطعوی جوانان تاجیک با قدرت‌های جودوی آسیا تیم‌های کره جنوبی، ازبکستان و قزاقستان مبارزه بردند، اما یگانه ورزشگر تاجیکی که توانست طلسم قدرت‌های جودوی آسیا را شکند، شادمان رضایف بود. این پدیده نورسته جودوی تاجیک مهمان من در برنامه در مسیر ورزش است. شادمان اگرچه آغاز تمرین را در داخل کشور شروع کرد، ولی یک مدت در مکتب‌های جودوی خارج از کشور هم تمرین گرفت. از او می‌پرسیم هنر و نقش پهلوانی و استعداد حرفه‌اش از داخل کشور ظهور کرد و آیا در خارج از کشور هم تقویت یافت و چگونه مسیر قهرمانی در چمپیونات آسیا و اقیانوسیا را پیمود. با من کریم خان بگمتوف و مهمانم شادمان رضایف در مسیر ورزشی این هفته همراه شوید. شادمان رضایف به برنامه در مسیر ورزش خوش آمدید. بسیار تشکر و سپاس که وقت یافتید به برنامه ما تشریف آوردید و نخست سوالی که میخواستم از شما بکنم که شادمان رضایف یعنی کی؟ من رضایف شادمان زاده شهر کولاب 20 دکبر سال 2001 در شهر کولاب در دهه دولت‌آباد به دنیا آمدم. در عائله پهلوان از خردیم بر همین گوشتین میل و رغبتم زیاد بوده. از صنف یکمیم تا صنف پنجمیم در مکتب 23 دهه دولت‌آباد تحصیل کردم و با همراهی برادرانم در همان مکتب گوشتینگیری میکردیم و عمک هم رضایف خیردین همین شوق و هوس من را دیدن و مرا به شهر دوشنبه از سال 2012 آوردن و در مکتب اینترنتی ورزشی داخلم کردن و در همان مکتب اینترنتی ورزشی در تحت راهبری استاد احمد سلیم تمرین را از سال 2012 سر کردم. در مسابقه های جمهوریوی اشتراک کردم و سزاوارهای جایهای نمایان گشتم. یعنی ریشه های نخستین پهلوانی از تاجیکستان سر زدند و بعدا شما در حرفه خود شهر یکاترینبورگ فدراسیای روسیه هم یک مدت تمرین کردید، در آنجا هم مشغولیت های آموزشی تمرینی هم داشتید، ولی ابتدا همین گویم خشت اول رو در حرفه شما، در هسته شما در تاجیکستان گذاشتند و چی فکر میکنید؟ آیا در خارج از کشور شما تقویت یافتید و یا همان ریشه های تاجیکستانی بود که شما رو به کمال پیروزی رساند؟ بله، واقعا خیلی درست قید کردید. من پهلوانی تاجیک تبار هستم. ریشه های پهلوانی من از همین تاجیکستان آب میخورد. از پهلوانی گوشتینگیری از نوروزی من آغاز کردم همین گوشتینگیری هم را، بعدم تا همین روز آمده رسیدم. سال 2019 در چمپیونات تاجیکستان بین جوانان سزاوار جای اول گشتم و بعد از آن به چمپیونات آسیا سفربر شدم به تایپی جمهوری خیتای. در آنجا سزاوار جای دوم گشتم و از آنجا برگشتم به تاجیکستان. با همراهی عمکم مسئولیت کردیم و شهر یکاترینبورگ به نزد برادرانمان خلیفه مولا رجب و نظیر یعقوب جان رفتم. در آنجا تمرین های خودم را ادامه دادم. در زبارنیک هم در یکاترینبورگ مشق کردم و فرم ورزشی من خیلی دیگر شد. فکر میکنید یگان شیوه آموزشی دیگری از آنجا آموختید؟ یعنی گفتید که فرم ورزشیتون تغییر بله بله. چه چیزهای آموختید که در داخل کشور ناموخته بودید؟ بله خیلی چیزهای خوب رو من از آنجا آموختم. گوشتینگیری در زخوت را آموختم، گوشتینگیری در پرتر نوز یعنی آموختم و خیلی چیزهای خوب را از آنجا من یاد گرفتم. یعنی بلندترین قله ورزشی که تا عین حال پیمودید این همان مسیر قهرمانی در مسابقات قهرمانی جودوی آسیا و اقیانوسیا بود. و این پیروزی مبارک باشد و باشد که در حرفه شما
یعنی همین آغازی خوش یعنی تو با مرحله های بعدی با مسابقات قهرمانی جودوی جهان با بازی های المپی و با دیگر فصل های جودوی جهانی هم رقم میخورد و برویم با چمپیونات آسیا با شهر بیروت لبنان که در آنجا شما بسیار خوش درخشیدید و یگانه تاجیک بودید. همونطور که در مقدمه گفتیم یعنی قدرت های جودوی آسیا را از سر راه برداشتید. هم ورزشگر کره جنوبی، هم قزاقستان، هم ازبکستان رو در مرحله مقدماتی از سر راه برداشتید. با نخستین رقابت شما اول توجه کنیم با ورزشگری که از کره جنوبی بود. در مرحله اول بسیاری ها می گفتیم از آن جمله کارشناسان شارحان که اگر همین ورزشگر کره جنوبی را از سر راه بردارد امید است که در مرحله های بعدی رقابت ها هم پیروز خواهد شد. این هم همان ورزشگر کره جنوبی لی در آغاز چند مراتب کوشش کرد در بخش همان کومیکاتا یا به تعبیر شما همان زخمت موفق نشد و شما فکر میکنید با کدام روحیه و احساس در برابر ورزشگری کره قرار گرفتید؟ بله خیلی درست قید کردید. من در آنجا قرعه‌کشی شد و من دیدم یکمین حریف من از جمهوری کره می باشد و من با همراهی عمکم در صحبت با همراهی عمکم صحبت کردم و عمکم بر من بسیار سخنهای خوب زدند و برای من همین چیز درس شد، در دلم همین چیز جایگیر شد و من با آن غلبه کردم. و تو خودت احساس میکردی که از میان حریفان یکی از با قوت ها همین ورزشگر کره باشد؟ بله احساس میکردم و وقتی که من بر میدان برآمدم، بر میدان گوشتینگیری بر همین تتمی برآمدم، گوشتین رو با آن سر کردم، اون قوتش هم خوب بود. بله. گوشتینگیریش هم خوب بود، در زخمت خوب گوشتین میگیری و من طاقت کردم. بله و ببینید داور ابتدا 2 کارد زرد یا همون شیدو به شما دادند و بعدا یک شیدو با او. تا وقتی که شما 2 شیدو داشتید حدود 2 دقیقه تا پایان وقت اساسی باقی مونده بود، یعنی یک شیدو یا یک کارد زرد دیگر کارو حل میکرد. و اکنون در این قسمت با کدام شیوه مبارزه ببینید رقابت کردید؟ وقتی ما گوشتین میگرفتیم شیدوهای ما دو تاگی بود و من زخمت خودم رو گرفتم و بر واسطه حلوکی بین به تاجیکی میگویم و با روسی پتخوات با یاپانی اوچیماتا با همین اصول مغلوب گرداندم اون رو. بله و طرز همین ورزشگری کره رو مغلوب کردید که دیگر هیچ جای شک و تردید نموند. فوراً هم داوران امتیاز کامل ایپون رو دادند و به همین ترتیب بگویم پیروزی که بعد از آن ما هم مخلصان و طرفداران گوشتین جودوی تاجیک یک نفسی راحت کشیدیم. و خودت چه احساس کردی بعد از آن که این قدرت جودوی آسیایی رو از سر راه برداشتی با ورزشگر قزاقستان رو برو شدی؟ وقتی که من ورزشگر کره‌ای رو از سر راه برداشتم، من خودم به خودم گفتم که ورزشگری از همه پرقوت قوی رو شکست دادم، من باید به دور نیمه نهایی برایم و همین طور شد که ورزشگر قزاقستانی را هم با ورزشگر قزاقستانی هم غلبه کردم، با ورزشگر ازبکستانی هم غلبه کردم و به فینال بر اومدم. بله بسیار خوب. و همین یک نکته جالب همین است که در بسیار حالت‌ها ورزشگرانی که از لحاظ فیزیکی قدرت و توانشون زیادتر است به اونا مسافه رو نزدیک کردن کمتر خطر است. وقتی شما مسافه رو نزدیک کردید آیا احساس خطر کردید یا که با قوه و همون بندی که شما داشتید در اوچیماتا اجرا کردید با او بیشتر اعتماد کردید یا با او بیشتر باوری داشتید؟ بله واقعا درست قید کردید. همین حلوکی بین میگویم به تاجیکی اصول دوست داشته من میباشد و من زخمت‌های خودم رو گرفتم به یگان مانع حریف را به تخت پوش افکندم. اکنون میرویم به رقابت بعدی که ورزشگر از قزاقستان بود. کشور قزاقستان هم طی سالهای اخیر یکی از کشورهایی که در آن جودو خیلی رشد کرده است و ما هم قریب که قدرت ورزشگر قزاقستان رو از ورزشگر کره‌ای هیچ کمی نمیدیدیم و
تو خودت چگونه احساس میکردی وقتی قوه او روبروی خودت بود؟ واقعا درست قید کردید. ورزشگری قزاقستانی ورزشگری یاش بودم و از جهت فیزیکی اون کس را من حس نکردم. بله. و برای من کمترک ناموافق بودم اون ورزشگر و با همراهی آن گوشتین گرفتم و برتری 2-0 برای آن کس هم غالب برآمدم. بله. همین نابابی یا ناموافقی در چی بود و شما اینجا علاقه تاموی نگ رو اجرا کردید؟ همین عامل های موفقیت تاموی نگ در چی است به نظر شما؟ اول داور و ایپون داد و بعدا وزری. وقتی من همین اصول تاموی نگ رو اجرا کردم و خودم حس کردم که در آنجا ایپون نمیدهند وزری میدهند و من کار رو در پارتر نوازه یعنی در پارتر شروع کردم و سودیا مته گفتن از سر نو کشتین را آغاز کردیم. بله بسیار خوب هم اجرا شد. اول ایپون گفت داور مرکز. بله. و بعدا با دخالت داوران کناری وزری دادند. بله به هر حال شما در بخش همین تاموی نگی که این بیشتر از زوری بازو و باز کوچی رو هم استفاده کردید. بله. یعنی فنهای مختلف، عامل‌های در عمل تطبیق کردن فنهای مختلف یا تکنیک‌های مختلف در گشتین جودو در چی است به نظر شما؟ به نظر من همین چیزهایی که شما قید کردید از حسابی کردن هست. مقصد بسیار تمرین کنی، بسیار حرکت کنی، همین اصول های گفتگی شما میشوند. بله. یعنی عامل از همه اساسی تمرین رو بیشتر کردن. بله. و من فکر میکنم قریب همه ورزشکاران ما تمرین میکنن، یعنی تمرین زیاد بکنند اما در بند و اصول های گویم مختلف موفق نمیشن. یعنی بسیار ورزشکاران با یک اصول بیشتر توجه میکنند و همون اصول دوست داشته خودشون میخواهند که بیشتر پیروز شوند. ولی شما در یک موفقیت در دو بخش، هم تاموی نگ یعنی فن پرتاب خودانداز به پشت، یعنی خودتان رو به پشت انداختید یا به پشت پرتفتید و بعدا حریف رو، که این هم قدرت ویژه میخواهد. فکر میکنید نقشی کدام گویم عضوی بدن، دست، پا در تاموی نگ مهمتر است؟ در تاموی نگ هم عضوی دست به کار می رود هم عضوی پا، هر دو در یک وقت کار میکنند. همین اصول های جدا رو در سه بخشی گویم از همه مهم دسته‌بندی میکنند: اصول های پا، اصول های دست، اصول های کمر و کار در زمین. و به نظر شما همین عامل های انجام یافتن کار در سر و پا یا اصول های با پا اجرا کردن یا همون تکنیکای پای ها تا کدام حد در تناسب غالبیت نقشی موثر بازی میکنه؟ خیلی نقش کلان بازی میکند. وقتی که مقصد گوشتین میگیرید، دستهایت رو کار میفرمانی، وقتی که پایت رو کار نفرمانی مقصد حریف خودت را مغلوب کردن نمیتوانی. در یک حالت هم دست هم پا باید کار کند. بله. در مقابل ورزشگر قزاقستانی چگونه احساس کرده که در همان لحظه یعنی تو باید از همان کوچی استفاده کنی، یعنی از داخل پای حریف؟ من زخمت دوست داشته خودم رو از بالا گرفتم و لحظه شد که همین کوچیگری رو استفاده برای و من استفاده بردم و مغلوب گرداندم آن را. بسیار خوب. بعد از ورزشگر قزاقستانی رو مغلوب کردن، ورزشگر از جمهوری ازبکستان با شما روبرو شد و ورزشگران ازبکستان هم از زمره قدرت‌های جدای آسیا هستند و امروز بدون شک و تردید میتوان گفت که ورزشگران ازبکستان در آسیا امروز یکی از قدرت‌های نمایان هستند و شما یکی از پرتاب‌های گویم بهترین همین مسابقات رو در اینجا رقم زدین، یعنی پرتاب سر سینه. این کم اتفاق میافتد و این رو چگونه تمرین کردید؟ این رو در شهر یکاترینبورگ با همراهی برادرانمان تمرین بسیار میکردیم. هر خیل گونه پریام ها رو
тамрин мекардем. бори аввал дар мусобиқаи всероссийский соревнование ҳамин усулро истифода бурдам. бо ҳамин усул як варзишгарро мағлуб кардам. дар ҳамин ҷо лаҳзае шуд ки ҳамин приём ба ман омад ва ман ҳамин усулро иҷро кардам, пирӯз шудам. бале, феълан ҳамон фурсат, ҳамон лаҳзае ки шумо ҳамин усулро иҷро кардед фаро мерасад. бубинем лаҳза ба лаҳза дар ана ҳамин ҳолат буд. ибтидо бубинед ҳариф иҷрои усул кард ва ин зидди ҳамла буд. бале, бо забони русинро контр приём мегӯянд. ва ман ҳамин контр приёмро истифода бурдам, ҳарифамро бо бартарии ипон мағлуб кардам. усули камариро иҷро кард ҳариф, натавонист ва баъдан ин ҳам зидди ҳамлае ки шумо иҷро кардед. бале, дуруст. ҳамон лаҳзае ки иттифоқ афтод ё ҳамин усул иҷро шуд, шумо пайхас кардед ки ипон аст? бале, ман пайхас кардам ки ипон ҳаст ва бар тарафи довари байн нигоҳ кардам ва он кас ипонро доданд. доварони асосӣ ҳам ипон додам ва хушбахтона пирӯз шудам. бале, ва баъд аз оне ки шумо ба варзишгари ӯзбекистонӣ пирӯз шудед, дар татами дигар аллакай паҳлавони ҳамтими шумо, яъне аз тими миллии ҷудои тоҷикистон, муҳаммадҷон абдуҷалилов ҳам ба марҳилаи ниҳоии рақобатҳо расиданд ва он ҷо мо боз як нафаси гӯем озодтар, боз як нафаси бароҳаттар кашидем ки акнун финали тоҷикона шуд ва медали тиллову нуқра ба Тоҷикистон хоҳад омад аз ин чемпионати Осиё ва Уқёнусия. ва вақте суруди миллӣ дар он ҷо танинандоз мешавад ва ҳарифи шумо дар финал тоҷикистонӣ аст, чӣ эҳсоси шуморо фаро гирифт? дар ҳамон ҷо тӯли 4 рӯз 5 рӯз мусобиқа давом ёфт. 2 рӯзи аввал Наврасон гӯштин гирифтанд. дар ҳамон ҷо ман тамошо кардам. рӯзи якуме ки Наврасон гӯштин гирифтанд, суруди миллии Узбекистон, суруди миллии Қазоқистон, суруди миллии Корея дар он ҷо буд ва суруди миллии худамонро ягон бор нашунавидем. суруди миллии худамон ягон бор танинандоз нагардид. ва рӯзи дуввумам ҳамин хел шуд. варзишгарони мо як то сеюм карданд, як то дуюм карданд, суруди миллӣ ҳам танинандоз нагардид. ва рӯзи севум якум рӯзи рақобатҳои ҷавонон буд ки дар ҳамон рақобатҳои ҷавонон мо 3 медали биринҷӣ ба даст овардем. суруди миллӣ мо дар рӯзи севумам танинандоз нагардид ва рӯзи чорум варзишгарони аз 81 кило боло буданд ва ман худам ба худам савол додам ва ба худам мақсад мондам ки ҳамин рӯзи ахирони мусобиқа аст, ман бояд ҳамин парчами миллии азизи худамонро баланд вардорам. ва хушбахтона ҳамин кор шуд. бо ҳамроҳи Муҳаммадҷон Абдуҷалилов ба вохӯриҳои финалӣ баромадем ва ҳамин хел шуд ки ман ба Муҳаммадҷон Абдуҷалилов ба воситаи як вазаре ғолиб омадам ва суруди миллии азизамон танинандоз гардид. бале, бисёр хуб. ва ҳамон лаҳзае ки шумо ҳам ба зинаи нахуст мебаромадед, яъне маросими ҷоизасупорӣ, воқеан ин ҳам бисёр лаҳзаи бо ифтихор ҳаст. бори дигар рӯи тасвир ҳам мушоҳида мекунем, яъне ҳам медали нуқра ва ҳам медали тилло дар як мусобиқот ба паҳлавонони мо иттифоқ меафтад. ба фикрам ин дар риштаи ҷудо маротибаи аввал аст ки дар чунин як мусобиқоти бонуфуз ду паҳлавони тоҷик ба зинаи аз ҳама баландтарини ифтихорӣ мебароянд. бале, дуруст қайд кардед. бори якум ҳаст ман мебинам ки ду варзишгари тоҷик дар чемпионати Осиё байни ҷавонон ба вохӯриҳои финалӣ мебароянд ва парчами азизамон танинандоз мегардад. бисёр хуб. акнун баъд аз мусобиқоти қаҳрамонӣ дар чемпионати Осиё нақшаҳо чӣ гуна мешаванд? оё шумо сафарҳои худро ба сайри ҷаҳонии ҷудо оғоз хоҳед кард? бале, ман мусобиқаҳои худамро баъд аз соли нав шурӯъ хоҳам кард байни калонсолон ва дар моҳи январ дар ҷумҳурии Ӯзбекистон машқҳои дастаҷамъӣ баргузор мегардад ва мо бар он ҷо сафарбар хоҳем кард. дар он ҷо машқҳои дастаҷамъиро хоҳем кард ва ба Тоҷикистон меоему ба мусобиқаҳои гран-при, гран-шлем сафарбар хоҳем шуд. бисёр хуб. ва шумо дар Тоҷикистон феълан дар клуби варзишии Вастан тамрин мекунед ва мегуфтед ки нақши бошгоҳҳо дар ба камол расонидани шумо, дар тақвияти шумо, дар омӯзиши шумо то кадом ҳад муҳим аст?
ولی واقعا برای من خیلی این مهم است تحت راهبری استادم احمدов سلیم تا بر همین سال مشق ورزی کردم و در آنجا سپاسگزاری رحمت خودم را و اکای نورعلی میرسانم که برای ما دستگیری خیلی زیاد میکنن و ما رو بر مسابقه های سطح بلندی بین المللی و دیگر تورنیرها روانه میکنن و برای ما سرپرستی میکنن. همه شرایط های ما در آن کلوب خوب است و کلوب دیگر باشد، کلوب کانیگور می باشد، رحمت به اکای ظفر قربان فهمیدیم برای ما خیلی دستگیری های خوب هم آن کسا میکنن. بسیار خوب. و شما در برابر آنه که در باشگاه های تاجیکستان تمرین کردید، در فدراسیون روسیه هم آموزش گرفتید، یعنی سبک و اسلوب گوناگون جودو رو آموختید و در فدراسیون روسیه همونطور که گفتید در مسابقات داخل جمهوریوی در خود فدراسیون روسیه با یکی از قدرت‌های جودوی روسیه روبرو شدید با همون لاپیناگوف. اگر امکان باشد همین رقابت با لاپیناگوف رو یک لحظه ببینیم. این در مسابقات عمومی روسی برگزار گردیده بود و وقت شما با این چهره‌ای که در ریتینگ فعلا موقع 13 هم رو اشغال میکند یکی از قدرت‌های دسته 81 است روبرو شدید. چی احساسات شما رو فرا گرفت؟ احساس ما رو فرا گرفت که آن کس خوب هنرنمایی میکنن، خوب گوشتین میگیرن. از سبب من کم در مسابقه های بین المللی اشتراک کردم، در آنجا در وجودم یک احساس پیدا شد که من با همراهی این خیلی مقصد گوشتین بگیرم و بر همین تتمی بر آمدم. خوشبختانه بر آن کس غلبه کردم. بله و در برابر پیروزی بر لاپیناگوی روس همچنین شما بر زلیم تسیکایف باز یک پهلوان اساتین تباری آذربایجانی هم پیروزی به دست آورده. و می گفتید که یعنی پیروزی به این قدرت ها به ورزشگر چی روحیه می بخشد؟ بله، به ورزشگر خیلی روحیه کلان می بخشد که آنها در مسابقه های سطحشون بلندی بین المللی، مقصد در گران پری ها، در مسابقه های مستری، در مسابقه های اروپایی آنها سزاوار جای های نمایان میگردند و آن کسان ستاره های جدا می باشند بیرون از دولت در گران پری ها، در اروپا ها، در مستر ها، مقصد مدال ها به دست آوردند. و تسیکای زلیم یکی از ورزشگر خوبی آذربایجان می باشد. آن هم ورزشگری واقعا خوب است. در مسابقه های گران پری، گران شلم ها بسیار برآمد کرده است. بسیار خوب. بر آن کس ها من غلبه کردم و من خودم به خودم مقصد ماندم که من بر اینها غلبه کردم. من می توانم در آینده مقصد در مسابقه هایی که امینها اشتراک کردم من هم مثل امینها اشتراک کنم و مدال های طلا را به دست آورم. در برابر آن چهره ها یا ستاره های برگزیده دنیای جودو پیروز شدید. اینها در قطار ستارگان دنیای جودو هستند و با ورزشگران از بلژیم، از اسرائیل، از مغولستان و دیگر قدرت های جودو در این دسته وزن 81 کیلوگرم پیروزی به دست آوردند. اکنون به عنوان آخر سوال میخواستم از شما پرسم که رویاهای المپی شما چگونه است؟ خود به خود هدف ماندم که در همین المپیاد سال 2024 در پاریژ فرانسه برگزار می‌گردد. بر همین مسابقه تیاری های خودم را در سطح بلند بین المللی می‌خواهم کنم و بر همین مسابقه های گران پری، گران شلم، چمپیونات آسیا، چمپیونات جهان سفربر شوم و خالهای المپی را جمع کنم در همین المپیاد توکیو 2024 شرکت ورزم. و اما هم با امیدی رسیدن به بلندترین قله ورزشی شما با بازی‌های المپی، مهمترین رویدادی ورزشکاران عالم، برنامه نوبتی در مسیر ورزش را به آخر می‌رسانیم و بسیار سپاس از شما که وقت یافتید و برنامه ما تشریف آوردید. ممنون هستم. و همچنین تشکر از بیننده‌های عزیز و ارجمند که تا لحظه پایانی ما را تماشا کردند. روز و روزگار بر همه شما خوش.